به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. سلام و درود دوستان گرامی، برادران و خواهران ارجمند. درسی 28 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتابی نیو گرامر تایم 1. در درسی گذشته درباره کلمه های سوالی یا همون WH questions گفته گذاشتیم و در این درس باشد ادامه موضوع درسی گذشته است، یعنی تمرین ها کار میکنیم. خب question words یعنی کلمه های سوالی. در اینجا میگوید look, choose and write، نگاه کن و انتخاب کن و بنویس. مثلا در اینجا how old, what time, how, who, where آمده است. It's 6 o'clock on Saturday، یعنی ساعت 6 است، ساعت 6 است در مکتب. یعنی این زمانی که این صحبت دارن مقصد ساعت 6 است. How are you کارکی، یعنی چی حال داری کارکی. I'm not very well، من خوب نیستم. خب در اینجا چی میگوید؟ در اینجا نگاه کنیم جواب چی است. She's at Anna's house. She's at Anna's house، یعنی باید در خانه انا است. خب در اینجا where می آید. where. خب یک لحظه. where مثلا خب where. خب دوستان عزیز در اینجا where می آید. where. where's Zoe مثلا. where's Zoe. where's Zoe. خب در جواب گفت که she's at Anna's house، یعنی باید در خانه انا است. با رسم دیگر می نگریم. she's Zoe's new friend. she's Zoe's new friend. پس در اینجا کلمه سوالی چی میاد؟ از این کلمه ها who میاد. who's Anna. who's Anna. who's Anna مثلا. who's Anna یعنی این خیلی who's Anna. who's Anna. who's Anna. she's Zoe's new friend. میگوید انا کی هست؟ توتی میگوید انا دوستی نوی زوی هست. خب در اینجا باشد میگوید she's 9, it's her birthday today. They are at Anna's party and I'm here. خب how old is. how old در اینجا میاد. خب در اینجا how old بوده است. how old می نویسیم. how old. خب how old. how old. how old is Anna. how old is Anna یعنی انا چند ساله است. یعنی she's 9 و 9 ساله است. it's her birthday today. امروز روزی وی است. they are at Anna's party and I'm here. و در شب نشینی و جشنی انا هستن و من اینجا هستم. خب در اینجا باشد توتی خیال کرده ایستاده است. میگه که I don't know. I don't know. خب در اینجا what time does the party finish، یعنی شب نشینی کی به انجام میرسد. what time. در اینجا what time میمونه. what time. خب what time does the party finish، یعنی شب نشینی کی به انجام میرسد. I don't know، من نمیدونم. خب poor کارکی. poor به معنای کمبغل، نیازمند، کمبغل، نیازمند
бечора, бенаво меояд. дар ҷо чихеле ки дар байни тоҷикон низ маъруф машҳур аст, яъне дар байни мо тоҷикон мегӯем ки бечораи коркие, бечораи фалоние. хоб дар ин ҷо мегӯяд бечораи корки, дигар корки гирия дорад. خب read the answers then write the questions. یعنی جوابها رو بخونید و سوالها رو نویسید. در اینجا میگه it's Helen, she is my friend. در اینجا whose میآید. whose who's that وای کیست وای هلن است وای دوستی من است. posters I've got 3 posters یعنی من 3 دانه پلاکت دارم. خب در اینجا چی میاد؟ how many posters خوب هست. how many posters do how many posters have you got. How many posters have you got? خب how many posters have you got مثلا اینو در اینجا میگذاریم. how many posters have you got. تو چند پلاکت داری؟ I've got 3 posters یعنی من 3 دانه پلاکت دارم. خب یک لحظه how many بله درست. در اینجا باشه رقم 3 the apples they're on the table. خب سوال چنین می شود where are the apples یعنی سیب ها در کجا هستند؟ there are on the table اونها در بالای میز هستند. خب Peter's birthday it's on the 12th of November. when در اینجا when می آید. when is Peter's birthday یعنی زادروزی پتر کی است. زادروزی پتر در روزی 12 نوامبر است. رقم 5 the party start یعنی شب نشینی آغاز می یابد. یعنی منظور کی شب نشینی آغاز می یابد. it starts at 7:30 یعنی ساعتی 7:30. what time does در اینجا می آید. خب what time does the party start. does the party start یعنی شب نشینی کی آغاز می یابد. شب نشینی ساعتی 7:30 آغاز می یابد. خب آخران she isn't very well یعنی وای خوب نیست. how is your friend در اینجا میاد how is your friend یعنی دوستی تو چه خیل است. یعنی چه خیلی که ما میگیم how are you پس در اینجا how is your friend میگیم یعنی دوستی تو چه خیل است. she isn't very well وای خوب نیست. خب تمرین دیگر put the words in the correct order write true answers یعنی جمله های کلمه ها را در شکل ترتیبی درست گذارید. یعنی با ترتیب گذارید. در اینجا خب اگر نویسیم یک کمی ویدیو دراز می شود.
خب این خیلی میخونیم. How old are you? I'm مثلا 15 یعنی من 15 یعنی 15 سالم. یا اینکه I am 15 years old من 15 سالم. I am 20 years old من 20 سالم. خب این رو نویسیم در اینجا چون که سوالای مهم هستن. How old are you? How old are you? How old are you? یعنی چند ساله هستی؟ خب I'm هست. I'm مثلا می‌نویسیم I'm 25 years old مثلا یعنی من 25 ساله هستم یا من 30 ساله هستم. خب دیگر همین رقم رو حلش میکنیم. باقی مونده رو چیکار میکنیم؟ مینویسیم مثلا I'm اگر با حرف نویسیم I'm 30 and 33 I'm 33 years old. I'm 33 years old یعنی من 33 ساله هستم مثلا. خب در اینجا باشد when's your birthday. When's your birthday یعنی زاد روزی تو کی است. در اینجا میتونیم بگیم it's on May و در it's in May در ماه می است یا it's on 26 in May. It's on 26 May یعنی که it's 15th April و 15 اپریل. خب where do you live در کجا زندگی میکنی؟ I live in دوشنبه. در دوشنبه زندگی میکنم. What's your favorite food طعام دوست داشته تو چی است؟ It's sambusa. It's manto مثلا. Who's your favorite singer سراینده دوست داشته تو کی است؟ خب هر کس از خودش مثلا میتونه نویسد. It's مثلا سمی یوسف. It's ماهر زین. It's ضیاءالدین نورزاد. It's خب دیگر کسی که باشه میشه. خب how many cities you have got. How many cities you have got. How many cities have you got یعنی تو چند CD داری یا من دیسک داری. I have مثلا 10 CDs من 10 CD. I have got 10 CDs من 10 CD دارم مثلا. خب look at exercise 5 ask and answer right یعنی با مشق پنجم نگاه کن و سوال جواب کنید. ask and answer یعنی بپرس و جواب ده یعنی سوال جواب کنید. right بنویسید. how old are you چند ساله هستی؟ I'm 9 من 9 ساله هستم. name نام می شود. age عمر می شود. عمر یعنی سن سال. birthday یعنی زادروز روز تولد. address یعنی عنوان آدرس سراغ. favorite food طعامی دوست داشته. favorite singer سراینده دوست داشته. number of CDs یعنی رقمی دیسک. write about your friend درباره دوستی خودت بنویس. my friend Peter فلان مثلا birthday فلان his address فلان مثلا. خب در همین جا درسی امروز رو به پایان میرسونیم. از درسی آینده درباره present continuous صحبت خواهیم کرد. خب تشکر زیاد برای تماشای این درس و از دوستانی که تا حال آبونه نشدن لطفاً به کانال ما آبونه شوید. دستگیری را فراموش نسازید. این بود درس 28 از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1. تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار.